سلام و وقت بخیر. حکومت میگه تا هفته آینده 7 هلیکوپتر بلک هاک به افغانستان خواهد رسید. دکتر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی میگه در ماه‌های آینده 10 طیاره و هلیکوپتر دیگر به قوای هوایی افغانستان سپرده خواهد شد. نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته 261 تن از طالبان مسلح را کشته و 206 تن دیگرشان را مجروح کردند. وزارت دفاع ملی میگوید این طالبان مسلح در 12 ولایت کشته و مجروح شدند و عملیات‌ها در نقاط مختلف ادامه دارد. اتحادیه اروپا در امر مبارزه با قحطی کمک 30 میلیون دلاری به افغانستان را اعلام کرد. این نهاد گفته است قحطی و خشکسالی در افغانستان رو به افزایش است و 11 میلیون افغان با کمبود غذا روبروند. صدها تن از باشندگان ولایت نورستان علیه طالبان مسلح اسلحه برداشتند و گفتند که شانه به شانه با نیروهای امنیتی افغان در مقابل طالبان می‌جنگند. و آلمان در یک برنامه اختصاصی به 2400 افغان ویزا داده است. حکومت آلمان گفته است به کسانی ویزا دادند که با نیروهای جرمنی همکار و قراردادی بودند.